روز 36 دفاع میهنی ماست. دقایق پیش آقای دونالد ترامپ گفت اگه ایران سریعا به توافق نرسد همه چیز رو منفجر میکنم و نفت رو میگیرم و شما شاهد سقوط پلها و نیروگاهاتون خواهید بود. حالا این التیماتوم رو بذارید کنار دیدگاه هنری کیسینجر در تئوری جنگ ویتنام که یه اصل بیرحم ایشون ثابت کرد. ایشون گفت یه ارتش کلاسیک و مجهز اگه پیروز نشود بازنده است، اما یک نیروی نامتقارن صرفاً اگر نابود نشود پیروز مطلق میدان است. تقابل دیدگاه استراتژیست مرده هنری کیسینجر و رئیس جمهور زنده آمریکا. بیای این توییت رو با مدل اختصاصیمون مدل سازی کنیم، بفهمیم قراره چه اتفاقی بیفته. همراه من باشید. آقای ترامپ میخواد سه‌شنبه با بمبارون زیرساخت‌های خشکی جهنم بپا کند تا شاهرگ هرمز باز شود. در نگاه یه فرد رسانه زده این اوج اقتدار است. اما در دکترین نظامی جنگ‌های نامتقارن ما به این رفتار میگوییم سندروم استیصال هژمونیک. چرا؟ چون در نبردهای مدرن شما نمیتونید یک خفگی ژئوپلیتیک رو در دریا با عملیات هوایی کلاسیک در خشکی درمان کنید. واشنگتن گمان میکنه با پودر کردن چند تن بتون و توربین‌های برق در عمق خشکی معادلات آبهای آزاد قابل تغییره. اما شبکه تهاجمی ایران دفاع نمیکنه. این روزها شبکه تهاجمی ایران تنگره نبسته که پای میز مذاکره بیاد و امتیاز بگیره. این شبکه پاسخ به حمله 37 روز پیش آمریکا رو طوری معماری کرده تا کل میز بازی غرب در خاورمیانه به آتش کشیده بشه. این یک تهاجم ساختاری برنامه ریزی شده است برای فلج کردن سیستم عصبی ماشین جنگی آمریکا. اینا برای مذاکره حمله نمی کنن، میخوان سیستم رو فلج کنن. بازدارندگی نمایشی. بیایید با ریاضیات بیرحم جنگ به این بمبارون نگاه کنیم. جنگنده های رادارگریز غرب بلند میشن تا زیر ساخت ما رو بزنن. ارزش هر سورت پرواز و موشک های شلیک شده $10 میلیون. اما روی زمین چه اتفاقی میفته؟ آیا مینهای هوشمند و سرگردان زیر آب تبخیر میشن؟ آیا سیلوهای متحرک موشک های ضد کشتی از کار میفتن؟ خیر مطلق. ما در حال تماشای سقوط ضریب کارایی تسلیحات غربی هستیم. آمریکا از نیروی هواییش صرفاً به عنوان یک مسکن سیاسی برای لابی‌های داخلیش داره استفاده میکنه. اونها هرچی بیشتر بمبارون کنن اسطوره شکست ناپذیری تکنولوژی غرب سریعاً فرو خواهد ریخت. چرا؟ جواب میدم. چون جهان میبینه که پیشرفته ترین ارتش جهان حتی با قطع کردن شاهرگ‌های برق یک کشور 47 سال در تحریم که به سویفت وصل نیست، با هیچ جای دنیا ارتباط مالی استاندارد نداره، حتی نتونسته مسیر عبور حتی یک نفتکش رو امن کنه. خب حالا لنز دوربین رو بچرخونیم سمت وال استریت و لندن. اونجا کسی نگران خاموشی یک شهر در ایران، نگران نابود شدن بیمارستان و پلهای شما و نگران نابود شدن تمدن ایران نیست. اونجا بوی خون اقتصاد جهانی به مشام میرسه. بستن تنگه هرمز یه چالش موند، ولی بسته موندن هرمز در روز چهارشنبه یعنی ورود مطلق به منطقه ناهنجاری نهایی Ultimate Anomaly. وقتی ناوگان تجاری بعد این حملات متوقف بمونه، دارایی‌های کاغذی، سهام غول‌های تکنولوژی و خود هژمونی دلار پشتوانه فیزیکی خودش رو از دست میده. آمریکا میخواد زیرساخت‌های فیزیکی ایران رو بزنه، غافل از اینکه در حال انهدام زیرساخت‌های اعتباری خودش در بازارهای جهانیه. بله، ما در این استکاک توربین برق، پل‌های بتونی و شبکه خودمون رو از دست دادیم، اما تاوان این بمباران برای واشنگتن
از دست دادن آخرین پشتوانه فیزیکی آمریکاست. ما روی زمین سازه میریم، اما اونها در بازارها هژمونی پترودلار رو دارن فدا میکنن. در ترازنامه ژئواکونومی مدرن ساختن دوباره یه نیروگاه مخروبه صرفاً یک پروژه مهندسیه. اما وقتی اعتماد جهان به یک ارز بدون پشتوانه یعنی دلار فرو بریزه، هیچ ارتشی نمیتونه یک امپراتوری مالی مرده رو احیا کنه. کدوم قابل جبران تره؟ بزرگترین خطای محاسباتی پنتاگون نادیده گرفتن آستانه تحمل درده. هیدرای ایران یک سیستم غیر متمرکزه که هرچی بیشتر ضربه بخوره رادیکالتر میشه. در مقابل ما با کشورک‌های مصنوعی جعلی جنوب خلیج فارس میزبان آمریکا روبرو هستیم. این کشورک‌های جعلی شبیه به دش‌های شیشه‌ای هستند. تمام اقتصاد اونها روی یک تارموی امنیتی بنده. اگر در پاسخ به بمباران سه‌شنبه ایران تصمیم بگیره توازن تخریب رو برقرار کنه و تنها چند آب شیرین‌کن حیاتی یا هاب‌های انرژی اصلی در آن سوی خلیج فارس رو هدف بگیره، سرمایه گذاری نیم قرن در منطقه در عرض چند روز دود میشه. آمریکا با شلیک به ما عملاً دستور اعدام اقتصاد متحدان و از اون مهمتر اسپانسرهای عرب جنگی فعلی خودش رو داره صادر میکنه. ما به نقطه بدون بازگشت رسیدیم. توییت های حماسی، دقت کنید، ما به نقطه بدون بازگشت رسیدیم. توییت های حماسی واقعیت سرد لوجستیک رو تغییر نمیده. واشنگتن بین دو مرگ استراتژیک گیر کرده. ورود به یک جنگ فرسایشی که اقتصاد آمریکا رو از درون متلاشی میکنه یا پذیرش ناتوانی مطلق و عقب نشینی. اما وقتی این نظم مصنوعی پترودلار فرو بریزه، جهان خلأ قدرت رو تحمل نمیکنه. اگه سه‌شنبه آمریکا شلیک کنه و چهارشنبه تنگه باز نشه، هژمونی پترودلار رسما به پایان میرسه. سوال از شما اینجاست، در فردای فروپاشی معماری اقتصاد خاورمیانه در دست چه کسی خواهد بود؟ هند با کریدورهای اقتصادی جایگزینش، ایران زخمی اما مسلط بر شاهرگ‌های نامتقارن و 20% نفت جهان، یا روسیه‌ای که با 11% نفت در سکوت داره این بازی رو تماشا میکنه. در علم ژئواکونومی برنده این قمار مرگبار از همین الان روی نقشه مشخصه. کسانی که منطق بازار و جغرافیا رو میفهمن میدونن کدوم گزینه روی میزه. بدرود.